دوست نداریم که الله با ما محبت داشته باشد؟ دوست داریم. آیا ایران نمیخواهیم که الله خالق زمین و آسمان ها با آن همه عظمت و بزرگی که دارد بگوید که من فلانی را دوست دارم؟ میخواهیم. اگر میخواهیم باید صابر باشیم در مقابل تمام مشکلات روزمره، صبر داشته باشیم در مقابل تمام حرف ها، صبر داشته باشیم، تحمل داشته باشیم و دعا داشته باشیم تا اینکه الله سبحانه و تعالی مشکلات را حل بگرداند. اولین عنایت الهی محبت الله با صابرین هست. الله چی می فرماید؟ والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين. الله اکبر. الله دوست می‌دارد صابرین را. فهرستوار بیان میکنم دومین عنایت الهی نصرت و همراهی الله با صابرین هست. الله چی زیبا می‌فرماید؟ ان الله مع الصابرین. الله اکبر. الله همراه صبر کننده ها هست. همراهی الله را نمیخواهیم؟ اگر کسی همراه ما در یک سفر همراه باشه چقدر انرژی میگیریم، قوت میگیریم که فلانی و فلانی همراه ما در این سفر همراهی میکنن. تنها نیستم. ولو که تنها باشیم، تک و تنها باشیم، اگر صابر باشیم الله ما را تنها نمیگذارد و الله سبحانه و تعالی ما را همراهی میکند. سومین عنایت الهی پاداش بی حساب برای صابرین هست. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی برای هیچ عمل نگفته که پاداش بی حساب داده می شود. برای مجاهدی که با جان و مال خود بیرون می شود در جهاد فی سبیل الله مزدش پاداشش تعیین شده. و کسی که تهجد می خواند پاداشش تعیین شده. و کسی که صدقات میدهد پاداشش تعیین شده. هر عملی هر کس انجام بدهد پاداشش تعیین شده. اما الله در مقابل صابرین چی میگوید؟ پاداششان بی حساب هست. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله مزد و پاداش صابرین را بدون حساب. سبحان الله. الله که بگوید بغیر حساب مزد میدهم، مزد الله چقدر هست؟ همت الله چقدر هست؟ گنجهای الله چقدر هست؟ ذخایر الله چقدر هست؟ پس بیاییم که صابر باشیم. پس مسئله صبر برمیگرده به تمام اعمال. در عبادت اگر صبر داشته باشیم عبادت ما ارزش پیدا میکند به نزد الله. در اطاعت صبر داشته باشیم ارزش پیدا میکند. چهارمین عنایت الهی بشارت برای صابرین هست. الله میفرماید و بشر الصابرین. بشارت بده برای صابرین. سبحان الله. بشارت الله هست برای صابرین. ای پدر داغ دیده و ای مادر جگر سوخته، ای برادر که برادر خود را از دست دادی، ای اولادهای شهدا، ای وارثین شهدا که عزیزان شما پرپر شدن که شما صبر نمودید، الله به شما بشارت میدهد. بشارت باد بر شما، بشارت خوبی ها، زیبایی ها، سربلندی ها، سرخرویی ها. بشارت باد بر صابرین. شما از زمره این گروه هستید. چقدر صبر کردید شما محبان شهید مولانا انصاری تقبله الله. چقدر صبر کردید که عزیز دل خود را تک تک و پارچه پارچه دیدید. شما وارث شهید هستید. شما از جمله صابرین هستید. شما فامیل شهید هستید. هر کس که ذره محبت به شهید مولانا انصاری داشته او جز وارثین شهدا هست و او از جمله صابرین هست. چقدر ما تحمل کردیم، چقدر صبر کردیم. لطف الله هست، مهربانی الله هست.
دعای دوستان خدا هست، چیز دیگری نمی باشد. مگر نه این دل ضعیف که ما داریم و این مصیبت عظما و بزرگی که بر سر ما و شما آمد، این دل باید می کفید و این دل باید بیرون می افتاد. این لطف الله هست که ما از جمله صابرین قرار گرفتیم. پنجمین عنایت الهی برای صابرین میدانید چی هست؟ داخل کردنشان به بهشت پروردگار عالم. سبحان الله، بهشت، جنت، او جایی که چه نعمتهای عظیم و بزرگ و زیبایی دارد که هیچ چشم تا حالا ندیده، هیچ دست آنها را لمس نکرده و هیچ کس آنها را نمیتواند تعریف و توصیف کند که حقشان ادا بشود. اونها در انتظار صابرین هست. پس صبر داشته باشید که دنیا سرای ترک است و آدمی برای مرگ و روزی از دنیا می رویم. وقتی با صفت صابرین از دنیا برویم جای ما جنت هست. الله می فرماید اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلاما. سبحان الله، وقتی صابرین به جنت داخل بشن برایشان تحیت و سلام گفته می شود، از آنها استقبال می شود با خوش آمدی، با سلامتی از آنها استقبال می شود به زیبایی. پس بیاییم که از جمله صابرین باشیم عزیزان من. الله سبحانه و تعالی از همگی ما و شما بپذیرد. الله سبحانه و تعالی همه مشکلات ما و شما را حل و آسان بگرداند. الله منان به ما توفیق بدهد تا اینکه در مقابل تمام مصائب و مشکلات روزمره زندگی چی داشته باشیم؟ صبر داشته باشیم.